امروز نیم فصل دوم آغاز میشه. نفت مسجد سلیمان با سرمربی جدیدش یعنی داریوش یزدی میزبان تراکتوریه که خطیبی رو برای اولین بار روی نیمکت میبینه. امیدوار هستیم که بتونیم برنامه‌ای که طی چند روز تمرین کردیم و به خوبی توی مسابقه اجرا بکنیم. فصل گذشته هفته‌ها در رفسنجان شاگردان ربیعی برای جبران شکست بازی دور رفت میزبان استقلالن. با توجه به اینکه شرایطی که توی جدول داریم باید می‌خوایم این شرایطمون رو حفظ کنیم و بالاتر بیایم و توی این کورس باشیم. بنابراین یک بازی سختی هستش و ما هم آماده این بازی هستیم. بازی سختی است. فکر می‌کنم که این وقفه‌ای هم که افتاد به تیم استقلال خیلی بیشتر است. تیم ما کمک کرد. قهرنشین جدول یعنی ماشینسازی که پاشازاده رو روی نیمکت آورده، پذیرای شهر خودرویی که در جایگاه 12ام. لیستی که من آماده کرده بودم با 5 تا امیدمون تازه شده بودیم 20 نفر. الان بهم اعلام کردن که تقریبا فکر کنم 12 نفر میشیم و اون بقیه هنوز کارتشون صادر نشده. نساجی که در رده 15 این روزها حال و روز خوبی نداره، از آلومینیومی پذیرایی میکنه که فعلا محمود خرمزی این تیم ششم جدولی رو هدایت میکنه. خیلی بازی پر اهمیتیه، اولین بازی لیگ برتره و نتیجهش میتونه یه شخصیت تازه‌ای به ما بده و ما میخوایم که انشالله با امید خدا امتیازات بازی رو هر 3 امتیازش رو بگیریم. در شهر قدس پیکان 11 جدولی میزبان نفت آبادان تیم 5 جدوله. در اصفهان سپاهان رده دومی با گلگهری بازی میکنه که نیم فصل اول رو با 9 تموم کرده بود. مهمترین و بزرگترین درس برای ما در تیم گلگهر در نیم فصل اول بود این بود که خوب بودنمون در جریان بازی برای 45 دقیقه کافی نیست. همونطور در کنار کیفیت خوب داشتن باید اشتباهات فردیمون رو به خصوص در لحظه انتقال از حمله به دفاع به حداقل برسونیم. همه ما تا اونجایی که میتونیم از دقیقه 1 تا دقیقه آخر بازی بدون هیچ گونه اشتباهی بازی کنیم و این بازی قطعاً بازی مشکلی خواهد بود. صدرنشین جدول در آزادی میزبان سایپا تیم 13 جدوله. انگیزه خیلی بالایی داریم واسه شروع نیم فصل و هدف اونی که امتیازایی که نیم فصل اول از دست دادیم و بتونیم جبران کنیم. بچه‌هامون با شروع اشتیاق خیلی خوبی تمرین میکنن. تو نیم فصل دوم بازی کردن مثل رانندگی تو شب میمونه. باید نهایت تمرکز و دقت رو داشته باشی و کوچکترین اشتباه شما رو تنبیه خواهد کرد و از اون مسیر قهرمانی دور خواهد کرد. در آخرین بازی هم فولاد 4 جدولی پذیرای ذوباهنی که برای فرار از رده 14 رفته مجتبی حسینی رو به عنوان سرمربی انتخاب کرده. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال.